بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان امروز خیانت چشم هست. طبقی که وعده کرده بودیم که جمعه آینده انشاءالله در مورد خیانت چشم که خطرناکترین ضربه را بر پیکر معنویت یک مسلمان خیانت چشم میزنه. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه صاحب سر رسول کریم علیه الصلاة و التسلیم می فرمایند که حتی خیانت چشم که به نام زنای چشم مشهور است و یا چشم چرانی، حضرت حذیفه صاحب میگن که روزی انسان را باطل میسازه. اکثرا فقهای کرام میگن که نه، روزه را فاسد نمیسازه اما ثواب روزه را از بین میبره کسی اگر روزه باشه، نه و یا روزه قبول نمی باشه، نماز قبول نمی باشه کسی که به زنای چشم به عادت خطرناک گرفتار باشه که متاسفانه با جرأت میگیم که 99% ما به عمل زشت گرفتار است. خداوند نجات بده. امروز بشنویم، توبه کنیم و در بار خدا پناه ببریم که از این مرض مهلک خداوند ما بیچاره های در بدر را نجات بده. چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم که تقریبا سراپا فاسد است. خب دمیرود میایی دیگه گفته جوانا چی کنیم خیلی، ولی امروز میبینیم و میشنویم و میخوانیم که چی کنیم باید. و کسی که واقعا جوان مرد باشه بسیار آسان است، انشاءالله بسیار آسان است. کسی که لذت قرآن و حدیث، اقوال فقهای کرام و نظر عرفای بالله را داشته باشه بسیار ساده است که انشاءالله خداوند او را توفیق بده که بعد از این با چشمان خود خیانت نکنه. ما نگفتم که زنای چشم، گفتم که خیانت چشم به خاطر ای که یک کمی عام بسازیم. لواطه چشم، زنای چشم جمع لواطه چشم مساوی خیانت چشم. چرا اگر زنای چشم نام بانیم باز مسئله لواطه چشم میبراینه. و ایره متوجه باشین که به افراد همچون ما و شما نسبت به زنای چشم لواطه چشم زیاد است. به خاطر ای که روحانیون، علما، صوفیه کرام، حافظین قرآن، متعلمین محصلین، طبقه تحصیل کرده و با تقوا، ریش سفیدا و حاجی صاحبا و افرادی همچون ما و شما، کسانی که همیشه با علما و مشایخین سر و کار داریم و با دعوتگران، اینا از نام خودم میشرمه او قدر زنای چشم
نمیکنه. ولی لواطه را هر کس خبر نمیشه. اخلاصمندش، شاگردش، برادر خوانده، قوم و خیشش، همسایه دوکانش یا دریور دوکاندار از کسایی که مراجعینش هست، اساتید مکاتب و کورس ها و مدرسه ها و دارالحفاظ ها و پوهنتون ها، جوانای خرسنی که پیششان می آیند و یا دختران جوانی که در دانشگاه ها درس می خوانند. اونجا هر کس فکر نمیکنه که کی زنای چشم میکنه، کی لواطه چشم. به او خاطر به بعضی از افراد نیکوکار و صالح در بعض جایها اگر زنای چشم میسر شود، در بعض جای میسر نمیشه، چون اینا در جایی نمیرن که در اوج فساد باشه. ولی چیزی میسر میشه که جوانی که خرسن و خوششیره و کمریش و یا بیریش هست. و امروز ماشاءالله بعض جوانها خود مثل دختر میسازن بخی، نه میبینیم و در کوچه و بازار که لباسی که میپوشه تفلکای 12 ساله و 13 ساله و 15 ساله و 16 ساله خطرناکتر از دختر است، خطرناکتر از زن است. و حضرت عبدالله ابن مسعود، امام غزالی رحمه الله نوشته میکنن که یک روز به دهن دروازهشان بیرون شدن، یک بچه خوششیره و امرود آمد، چیخ زد او صحابه رسول خداست. داخل شد، همسرش گفت چه گپ است ای عبدالله؟ گفت قریب هلاک شده بودم. چرا هلاک شوی؟ گفت قریب نظرم به یک امرود برهنه صورت، جوانی برهنه صورت قریب خورده بود یا نوجوان، قریب هلاک شده بودم. زنش گفت که خب زن نیست، دختر نیست ای عبدالله، ای فقیه صحابه. حضرت عبدالله ابن مسعود فرمود اگر با زنان یک تا شیطان باشد، با جوانان خوش سیرت و نوجوانان خوش صورت 70 شیطان هست. میشنوین گپه؟ 70 شیطان. و میشنویم ولی تا جایی که یادم میآید و یک ساعت کمی که وقت داریم خیلی متوجه باشیم بسیار، و انشاءالله میتونیم که ما و شما تقوا به دست بیاریم. چرا چیزی را الله برای ما میگه بکو که ما او را بتانیم. خداوند نعوذ بالله ظالم نیست چیزی را بگویه که ما نتانیم، نه. خداوند در قرآن کریم آیه‌ای که براتون خواندم گفت که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. در پهلویی که گفته بود نماز بخونین، روزه بگیرین، زکات بتین، حج برین، نه، در پهلوی ازی گفت که قل للمؤمنین، ای جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، برای مسلمان هایت بگو که پرده بیاندازن، یغضوا من ابصارهم، پرده بیاندازن، پت کنن، مخفی کنن چشمایشان را از نامحرم، چی بچه چی دختر، چیزی که گناه است. حضرت امام بخاری، امام مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که محرماتی که الله حرام قرار داده این مثل یک چمنزار یک پادشاه هست، قصر پادشاهی. کسی که بدون اجازه داخل شود، پادشاه گفته باشه کسی داخل نشود، دست و پای او را پادشاه قطع میکنه. پس خداوند در این آیه میگه که حرام است به نامحرم نگاه نکنین، ولی قبل از فرج، قبل از عورت، قبل از آله مردی و زنی، اول چشم اشاره میکنه، صراحت میکنه. خداوند چی میگه؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و بعد میگه که و یحفظوا فروجهم، و نگاه کنن عورتایشان که زنا و لواطه نکنن. اما زنای لواطه سببش چیست؟ خیانت چشم. حضرت علی صاحب رضی الله عنه میفرمایند که فقط یک بار که نگاه کردی، بعد از باری که ناگهان نگاه کردی، در قلبت شیطان کشت شهوت را میکنه. خب این ظالمایی که دور از شما 24 ساعت کارش زنای چشم و لواطه چشم است، اونا چی بدبختی گرفتار هستند که حضرت علی گفتن فقط یک بار، بعد از باری که بار ناگهانی خود گناه نداره، میفهمه این ناگهان چشمت دور دادی گناه نشد، ولی بار دیگه که دیگه کردی اون مبارک میگن که شیطان کشت میکنه، دانی شهوت در قلبت داخل میسازه. ما تقریبا 10 روز میشه که در مورد همین خیانتش میپالم، کتابها را، اینترنت را، هر جایی که میپالم که چیزای نو پیدا کنم
تا باشه که وسیله توفیق خودم و شنوندگان عزیز می شود. باور کنین که من 10 روز میشه در حیرت هستم، می غرق هستم که سبحان الله، یا الله این چقدر مرض خطرناک است و ما چقدر بیخبر بودیم. 21 مریضی از زنای چشم پیدا میشه. چند مریضی؟ طور مثال یکی سکته مغزی است که امروز دکترها ثابت کردن. چیست؟ فقط جا به جای میشه و مردم ها سابق میگفتن که مرگ مفاجئه، جا به جای چخ میمونه دست و پایش، میبرن جنازه میکنن میمونه، نمیفهمه تشخیص کرده که اصلا این سکته مغزی میگن، جا به جای سکته میکنه میمونه از دنیا میره. یکی از مرض‌هایی است که از زنای چشم پیدا میشه. دیگه دردای مفصل، بند دست و بند پای، بند کمر، از زنا و لواطه چشم پیدا میشه. و یک نکته رو براتون بگویم، این تو نه که هر کس دست و پایش درد که شما برش بگوین و البته نکباز بوده که دست و پایش درد میکنه. یعنی یکی از اسباب درد کمر و درد پای خیانت چشم است. میشه که یگان دیگه که پای هم باشه که او سبب درد پای شود، این تو تهمت نبندیم میگن کسی رو بگوییم که البته اینمی بابی ما که کمرش درد میکنه زنکباز بوده، این تو فکر نکنیم. ولی خود ما متوجه باشیم که اگر بخواهیم که درد کمر و پای در ریسفیدی برای ما پیدا نشود، ما از همین لحظه توبه کنیم و بگوییم الله اکبر. اگر میخواهیم که مرض سکته مغزی ما را نگیره، همین لحظه توبه کنیم، الله گناهان ما را پاک بکنه. او وعده کرده و انی لغفار لمن تاب. میخواهم تکرار کنین و انی لغفار لمن تاب، من بخشاینده گناهان کسانی هستم که توبه میکنه. توبه کنیم، بینیم روز توبه کنیم. ریسفیدا، جوانا و خواهرها هم که از رسانه ها بعدن سرای مرا میشنون، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو برای خواهران، برای زنان مسلمانان که پرده بیاندازن چشمهایشان را، پت کنن چشمهایشان را. تفسیر ابن کثیر میگه که یعنی پلکه ها، یک پلکه به دیگه پلک بزنه، معنای غض. یغضضن من ابصارهن چی معنا؟ یک پلکه به دیگه پلک بزنه. همین که آمد دروازه چشمش بسته کنه. من از شما پرسان میکنم که یک کسی اگر طرفتان با کشک یا با تیر، خب مرمی و کلنشگو خیبش بلند است، تو بخواه بزنه، اولین کاری که میکنین چی است؟ چشمتان پت میکنین. نه؟ این تو ما تجربه کردیم. اولین کاری که میکنین چی است؟ او اگر این میخوره در سرتان، ولی چشمتان اول پت میکنین، با سرتان پایان میکنین. حضرت امام حاکم در مستدرک از جناب رسول الله علیه السلام روایت میکنه. جناب رسول علیه السلام از خداوند روایت میکنه، حدیث قدسی است. پروردگار میفرماید که النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس، گپ سر سنگ و تیر و مرمی آمد. نظر کردن به نامحرم، خیانت کردن به بچه و دختر و خواهر و مادر مردم، مانند تیر زهرناکی هست که به چشمتان شیطان میزنه. و حالا ما اعتراف کنیم که چند لک بار این تیر شیطان را خورده باشیم، چند لک بار، هزار نه. حضرت خداوند میگه، پیغمبر گرامی روایت میکنه، حدیث صحیح است، امام مستدرک روایت میکنه که تیر زهرناکی است که همین که دیدی طرفش تیر زهرناک است، به چشمایت میخوره. بعد پروردگار چی میگه در همین حدیث قدسی مبارک؟ من غض بصره من محاسن امرأة، کسی که پت میسازه، مخفی میسازه، من عن مخافتی، بخاطر ترسی که از مداره. الله میگه همین که نامحرم بچه و دختر کسام چشماش پت میکنه، خداوند تبارک و تعالی میفرماید ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، رواه الحاکم. خداوند حدیث قدسی است، پیغمبر گرامی روایت کرد، حدیث قدسی است. خداوند میگه که اگر این بنده من همی کار کرد که خواست محاسن نامحرمی را ببینه ولی ندید، ایمانی برش تبدیل میکنم. ایمان قبلی ضعیف بود که میدید، نه حالا ندیده، ایمان برش عطا میکنم که شیرینی و ایمان را پیدا میکنه. یا الله،
اول به ما امو ایمان امروز نصیب بفرمای، از این ایمانای پلاستیکی و ضعیف تیر شویم، ایمان قوی محمدی پیدا کنیم، چشمان ما چشمان محمدی باشد و با آواز بلند برایش بگوییم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. و اگر نه در میدان قیامت بی آبرو میشیم، چشمای ما شاهدی میده که اینمی آدم یک لک بار زنای چشم کرده بود. به حضور 18,000 عالم، به حضور رسول الله علیه السلام، به حضور انبیای خدا، به حضور خود پروردگار، چشم و گوش ما که گناه کرده شاهدی میده. سوره حامیم سجده آیه 19 20 21 22 23 24 براتون ترجمه میکنم. در این مورد است، خوب گوش کنین که مگر برایتان و برای ما توبه نصیب شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون. روز محشر روزی هست که حشر کرده می شود دشمنان خدا را به آتش دوزخ. این دشمنان خدا بعد از کافرها کسانی هستند که زنای چشم و گوش و زبان کرده اند، ولی خود قرآن تفسیر میکنه فهم یوزعون. این دشمنان خدا که دوستان خدا نیستند. دوستان خدا را خداوند گفت الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ترجمهش شما میفهمین چون زیاد شنیدین. حتی اذا ما جاءوها، حتی که وقت این دوزخی اگر من توبه نمی کنم من هستم و اگر توبه می کنم من نیستم. اگر توبه نکردی از زنای چشم تو هستی و اگر توبه کردی تو نیستی. حتی اذا ما جاءوها، حتی وقتی که روز قیامت می آید شهید علیهم سمعهم، شاهدی میته برای این دوزخی روسیا گوش میگه یا رب ما فلان گناه را کردیم. با خداوند جنجال میکنه که یا رب ما نکردیم این گناه را. خداوند میگه زبانش ببندین. اعضایش حالا به حضور خداوند قهار شاهدی میدهد. حتی اذا ما جاءها شهید علیهم سمعهم و ابصارهم، و چشمان شاهدی میده که یا رب در فلان پس کوچه، در فلان خانه، در فلان بازار، در فلان پوهنتون، در فلان مدرسه، در داخل در خارج چه لوایته چشم است، چه زنای چشم است، به نام خیانت چشم کرده. و جلودهم، و پوستش شاهدی میده، پوستش حتی آله مردی و زنی شاهدی میده. بگوین استغفر الله. تفسیر ابن کثیر تفسیری کبیر در زیرش نوشته میکنه که در پوست، منظور پوست عورت است. عورت صدا میزنه که یا رب زنا کرده، لواطه کرده، اگر توبه نکرده. بما كانوا یعملون، با آنچه که چشم و گوش و زبان کرده و یا دیگه اعضا شاهدی میده. ولی آیت جالب شده میره و قالوا لجلودهم، و میگه این روسیا خدا کنه که من نباشم، خدا کنه که تو نباشی، توبه کن. لما شهدتم علینا، پوست میگه، چشم میگه، زبان میگه، گوش میگه که او اعضا خودش به خودش میگه، انسان به اعضایش میگه که چرا شاهدی میتی؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. میگه من چی کنم؟ خدا مرا در گپ آورده. چشم به جای زبان قرار میگیره. انطقنا الله الذي انطق كل شيء. به نطق آورده مرا خدایی که به نطق می آوره هر چیز را. حالی او را چی میکنی؟ زمین شاهدی میته غیر از چشم و گوش. یومئذ تحدث اخبارها، روز محشر روزی که بیان میکنه حدیث که همین دکاندار وقتی که نامحرم می آمد سودا یادش می رفت و به نامحرم گرفتار می شد. و این دریور وقتی که سواریش می آمد به پاچه و دخت و محاسن زیبایی های آن خواهر نگاه می کرد.
و حتی این ملا و این قاری و این صوفی و این حاجی و این دعوتگر و این مجاهد هم اگر این کار را بنماید در میدان محشر، و یا او دکتری که اگر خواهر به یک اخلاص رفته که دکتر صاحب معاینش بکنه، اگر خدا نخواسته به نظر خراب ببینه و لمس خراب بکنه، یادش باشد این عزیز دل را که در میدان محشر و هو خلقکم اول مره، او خدایی که تو را پیدا کرده اولین مرتبه، چشم میگه اونمو خدا مرا به گپ آورده و الیه ترجعون، و سوی الله رجعت داده میشین. خداوند میگه که ما و شما را عالی خوب گوش کنیم، ما کسایی که خیانت چشم کردیم. و ما کنتم تستترون، و شما خود را پت نمی ساختین. از مردم خود پت می ساختین که می شرمیدین ببینن که او فلانی طرف زنای مردم نگاه میکنه؟ نه نخواد، مردم میشناسه ما را، ما از مردم شرمیدیم، به حضور مردم این کار را نکردیم. قرآن میگه که چرا از چشمایتان خود پت کرده نتانستین؟ شما وقتی که به نامحرم نگاه میکردین مردم نمیدید، خدا میدید، چشمایتان میدید شما را. گوشتان که غیبت گوش میکردین میفهمید، این گوش شاهدی میته روز قیامت، این زبان شاهدی میته. باز ما انشاءالله یک روز خاص در مورد زبان برتان صحبت میکنیم. امروز روز نوبت چشم است، چشمی که گرانترین عضو انسان بعد از قلب است و بزرگترین دروازه دل چشم است. ما این چشمای خود را کور کردیم به خیانت چشم و امروز توبه میکنیم. ان یشهد علیکم و ما کنتم تستترون، شما پت نکردین وقتی که گناه میکردین که از خوفی از این که شاهدی بیته علیکم بر شما، سمعکم گوشایتان، شما نمیفهمون گوشتان شاهدی میته، ولا ابصارکم و چشمایتان شاهدی میته، ولا جلودکم خبر نداشتین که پوستان امروز شاهدی میته. پس رای حل اینمی است، هر وقتی که روبرو شدیم بفهمیم که چشم ما فردا شاهدی میته، ذره ذره پلکای ما شاهدی میته، بدانیم که گوشای ما شاهدی میته، زبان ما شاهدی میته، پوست ما. این رای حل است که ما خیرات چشم توبه کنیم. هر لحظه به خود بگویم که نبی کی شاهدی میته، فردا چشم خودت، گوش خودم، زبان خودم شاهدی میته. ولا جلودکم ولکن ظننتم، لیکن شما بدبختا، ما اگر توبه نکردیم، ما کسانی که گناهگار هستیم، الله در میدان قیامت میگه ولیکن شما گمان کردین که ان الله لا یعلم کثیرا، فکر کردین که خداوند نمیدونه کثیرا مما تعملون، همه آن چیزهایی که شما عمل میکنین فکر کردین از گیری الله فرار کردنی هست. ما خو میدیدم، الله میگه ما خو بی حیا شدیم یا رب که تو میدیدی و ما شما خیانت شم کردیم. و ذلکم ظنکم الذی ظننتم، و این گمانی بود که شما گمان کردین به پروردگارتان. گوش غیبت گوش کردین، موسیقی گوش کردین، به زبان دروغ، خیانت، تمسخر، توهین کردین، و به چشم به نامحرم های دختر و بچه مردم نگاه کردین. این کار باعثی چی شد؟ ارداکم، شما را هلاک ساخت. فاصبحتم من الخاسرین، شما از جمله خاسرین شدین، دوزخی شدین. امروز به آتش دوزخ شما را می سوزانند. جناب رسول کریم بلند بگوین صلی الله علیه و سلم می فرمایند که کسی که چشمای خود از حرام پر میکنه در میدان قیامت او چشم را خداوند از آتش دوزخ پر می سازه. یادتان نروه، یاد ما هم الله نبره. رای حل از اینا که ما توبه کنیم و یاد ما نروه. پیغمبر علیه السلام فرمود هر کس که در دنیا چشمای خود از حرام پر میکنه خداوند در قیامت چشمش از آتش دوزخ پر میگردانه. و در سوره مؤمن خداوند تبارک و تعالی می فرماید بفرمایی یا رسول الله علیه السلام و انذرهم، مردم ترس نشان بده، یوم الآزفة اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، از روز نزدیک شونده، از روز قیامت وقتی که قلبها در نزدیک حنجره و دهن می آید و رویها سیاه میشه، کاظمین، ما در آن روز جگرخونا می باشیم. ما للظالمین من حمیم، برای ظالمات دوستش پشتیبان نیست که شفاعتش کنه. ولا شفیع یطاع، و نه سفارشگر و شفاعتگری که یطاع این را از این پیروی کنه، گفته از این را بگیره، به حضور خداوند
بگویه که یا رب امیر ببخش، امی تو یک ظالمی هست که هیچ پشتیبان نداره. خب این ظالم کیست؟ خوب گوش کنین که این ظالم جان کیست؟ ما بودیم، تو بودی. یعلم خائنة الاعین. خداوند در اون میدان میداند جزای خیانت کننده چشم را بدهد. بگوین الله اکبر. این وان شما از این آیت برآمد. یعلم خائنة الاعین. الله میداند خیانت کننده چشم را. و ما تخفی الصدور، و آنچه که در سینه ها پنهان است. لذتش زنا، لذت لواطه، لذت زنا و دخترها و خواهرای مردم در دلش می پرورانه. ولی از دست چی پرورانده؟ از دست چشمانش. چشم بزرگترین دروازه است که راست مستقیم به قلب و به دل را داره. اگر چشم باز کنی برای بدل، دلت که رحمت روان میکنی، برکت، دلت که معصیت روان میکنی، خطر روان میکنی، ذلت و خاری را که در میدان محشر بی عزت میشه. خدای نخواسته کسی که اگر توبه نکنه. 3 سال پیش در مورد زنای چشم صحبت کرده بودم. الحمدلله بگوین با آواز بلند. به صدها نه، به تقریبا به هزارها نفر هر روز و هفته ای که او کسید نشر میشد و تیت میشد در هر ولایت توبه میکرد. بگوین الله اکبر. و امروز میخواهم که یا رب العالمین تو صدای مرا نشر کو، همین صدای مرا خود نشر کو، به دنیا نشر کو که چشم ها خیانت کرد. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، ترغیب و ترهیب نوشته میکنه، کل عین باکیه یوم القیامه. همه چشم ها در میدان قیامت گریه کننده است، مگر کی است این نازنینی که چشم ازی گریان نمیکنه؟ پیشتر خداوند گفت که کاظمین جگرخون است کسی که زنای چشم کرده، خیانت چشم کرده، او جگرخون است. حضرت پیغمبر علیه السلام فرمود در میدان محشر همه مردم جگرخون است، گریه میکنه، مگر 3 چشم گریه نمیکنه. چند چشم؟ عین غضت عن محارم الله. چشمی که خود مخفی کرده، نگاه کرده، پت کرده از محارم الهی و فهمیده که تیر زهرناک کی هست؟ شیطان. از شما پرسان میکنم که در یک رسته شما دکان داشته باشین، یک کسی بیایه، امنیت هم کمی خراب شده میشه و روزا خداوند آرامی افغانستان دوباره بیاره، بگویه که هی اگر تو فردا در این رسته زندگی کردی و دکانداری کردی، با مرمی چشمای تکور میکنم. خطرناک انسانم باشه، خطرناکترین دشمنشم مدعیشم باشه و برش بگویه اگر فردا تو در این رسته، در این لاین، در این شهر زندگی کردی، در این منطقه، با مرمی چشم تکور میکنم. ما شما پرسان میکنم جواب مرا بتین. همین آرام دمو رسته سبا میایه، هم مگیتون جواب بتین. بفهمه که دشمنش بسیار خطرناک است و حتمی میزنه، 100% میزنه میادم با مرمی. میادم رسته. رسول الله علیه السلام اعلان کرد که در جایی که زنای چشم شما نروین. اگر رفتین، اگر دیدین، خطرناکترین دشمن ما کیست؟ شیطان. همه بگوین کیست؟ تو را با مرمی شلیک میکنه که بی ایمان میبره دنیا. اگر شیطان موفق شد بالای ما زنای چشم، خیانت چشم بالاخره بی ایمان میبره، خدای نخواسته. باز ایره به خاطر گفتم که بعضیا بهانه ولا نمیشه، غریبی است. بگذار از این غریبی که تو را به فساد گرفتار کنه، به زنای چشم گرفتار ولا نمیشه. مولویا میگن دیگه چطور کنیم؟ راه حل آیت خواندیم، حدیث خواندیم، قصه های شیرین اگر وقت بود براتون میگم که چه قسم توبه کرده، چی رسیده برش. شما حضرت یوسف علیه السلام خوب میشناسین، قربانی غیرت شما یوسف علی نبینا و علیه السلام. خدا مرا جنت ببره و شما را هم که یک بار به قصر حضرت یوسف نازنین بریم. یوسفی که یک بار نگاه به طرف زلیخا نکرد و به بزرگترین عزت دنیا و آخرت رسید، به افتخارش بگوین الله اکبر. ولی من میخواهم که من و تو یوسف دوران محمد مصطفی باشیم.
ما میخواهیم که اشخاص مثل علامه اقبال لاهوری در سرزمین افغانستان پیدا شد و بگوین الله اکبر، که در آکسفورد لندن درس میخوان. دخترای بی حجاب یهود که نه قول داشت و نه چادر و نه لباس، ولی او اقبال است، او یوسف وقت است، او پیروی محمد مصطفی است. سرت را بلند کن اقبال. من هم یک ملا عصب میشرمم که در پهلوی نام اقبال نام خود بگیرم. علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه، روحت شاد و یادت گرامی باد. حضرت یوسف وار چشم امام محمدی امروز تصمیم بگیریم اگر ما میخواهیم که پیغمبر علیه السلام فرمود از او 3 چشم باشیم: عین غضت عن محارم الله، چشم گریان نمی کنه جگر خون نیز در میدان قیامت که چشمش پت شده از محارم الهی. تصمیم است انشاءالله. الله کمکتان بکنه و شما بگوین که مرا کمک کنه خداوند تبارک و تعالی. دوم، عین بکت من خوف الله، چشمی که از ترس خدا گریه میکنه که من میبینم که چشم ها برای الله گریه داره. و عین حرست فی سبیل الله، و چشم مجاهده که در برابر کفار میرزمه بگوین الله اکبر. و در راه اسلام از حریم اسلامی، از غیرت اسلامی، از وطن اسلامی، از ناموس اسلامی دفاع میکنه. چشم مجاهد، چشم کسی که اشک میریزه برای الله، چشم کسی که امروز توبه میکنه و از مسجد که برآمد دیگه چشمش محمدی است نه شیطانی. بلند بگوین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. حدیث دیگه امام طبرانی صاحب در معجم الکبیر نوشته میکنم، جناب رسول کریم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم میفرمایند 3 چشم به آتش دوزخ نمیسوزه. چند چشم؟ 3 چشم. پیشتر گفت که گریه نمیکنه. در حدیث طبرانی میگه که 3 چشم در آتش دوزخ نمیسوزه. همین 3 چشم. چشمی که زنای چشم نکرده، اگر کرده توبه کنه، این الله یحب التوابین، خداوند توبه کننده را دوست داره. چشمی که مجاهدی که در راه جهاد فی سبیل الله از حریم اسلام دفاع کرده. و سوم، چشم کسی که از ترس خدا گریه کرده. و همچنان یکی از 7 کسانی که در میدان قیامت در زیر سایه عرش خدا جایش است، کسی است که یک خواهر نامحرمی نابکار برایش گفته که بیا زنا کنیم، ولی چی گفته؟ اینی اخاف الله رب العالمین، من از خداوند میترسم که او پروردگار عالمیان است. ما را خدا به او روز گرفتار نکنه که ما را بگوید در یک اتاق تنهایی بیا زنا کنیم. شاید زنا کنیم، استغفر الله، اگر ای تو برابر شوه. ولی آلی ما آسانترش میگیم که زنای چشم نکنیم. آلی زنای چشم اگر میخواهیم که خدای نخواسته یک روز به زنا گرفتار بشه. یک روز یک دوست بود، نامش را نمیگیرم و نام شهرش را هم نمیگویم، کسی برایم گفت همین مرض را ای دوست زیاد داره. باز هر باری که می آمد دور انداخته برش میگفتم. بالاخره یک روز گفت مولای صاحب میفهمم که تو مرا میگی، میفهمم که می گناه را دارم، من زنا نمیکنم مولای صاحب، من زنا نمیکنم. یگان وقت یک تبخوشی میکنم طرفشان نگاه میکنم. باز برای من چی میگم مولای صاحب تو عجیب گپ میزنی، خداوند نمی زیبایی هایش گفته که ببینین شما. در کجا گفته؟ نه خو همین تو میگن بگوین استغفر الله. بالاخره روزی از روزها یک کسی آمد گفت همو آدم در پسخانی دوکان زنی را زنا کرد. استغفر الله. ریش سفید بود، اینقدر شبرتان ریش سفید بود. جوان خو زیادی کارو میکنه، جوان خو میفهمین، دور از شما جوانای پاک باشه، شما رو نمیگم. شما انشاءالله یوسف دوران محمد مصطفی هستین صلی الله علیه وسلم. یک روز از پوهنتونی کابل یک کس تلفن کرد، یک محصل، مولای صاحب حیات الدین هستی؟ گفتم بله ها، من محصل هستم در پوهنزه طب دانشگاه یا پوهنتونی کابل. 1 سال میشه که اینجا درس میخوانم، ولی تا الحال خیانت چشم نکردیم. گفتو گریان کرد. گفتم چرا گریان میکنی خیلی که خیانت نکردی؟ ببین که اصل نیست در دوران یوسف دوران بوده، نه؟
محصل است دوست من بوده. گفتم چرا گریان میکنی؟ گفت امروز میخواهم از دانشگاه برایم، نمیخواهم بخوانم. گفتم چرا برادر؟ نکو بی غیرتی. همین گفتم نکو بی غیرتی، نکو بی همتی، برو در بین فساد خون، نکو فساد بگوین الله اکبر. گفت مولای صاحب 1 سال خود نگاه کردیم، نشوه که جهنمی شوم، نشوه که در میدان قیامت طبق آیه های سوره حامیم سجده و آیه های 19 20 21 22 21 سوره فصلت سپاره 24 در میدان چشمای ما بگویه که یا رب این زنای چشم کرده و یا لواطی چشم کرده و یا خانه چشم کرده، ولی من نگذاشتمش که از دانشگاه برای. گفتم نبرای، تو شهزاده هستی، شهزاده. کسی که 1 سال میتونه 50 سال میتونه بگوین الله اکبر. از خدا کمک بخوای. حضرت سلیمان ابن یسار یک دوست خداست، در خیمه ای نشسته بود، حج میرفت. الله کلیتان حج ببره. و یکی به جالب پارسال که حج رفته بودیم، نه پرار سال حج رفته بودیم و این سال تا بهار نرفتیم. هنوزم امید دارم که یک هفته پیش اگه اون کار جو شود که حج بریم. یک شوق است دیگه. خداوند به این شوق معنوی هر کدام میتونه برسونه. تا تصمیم نیست نرفتیم. حتی در حرمین شریفین بعضی از دوستای بعضی ها جوان می آمدن میگفتن مولوی صاحب این تو دخترای مقبول ده بیت الله آمده که استغفر الله استغفر الله. خب باز چیزی که میگفتم به اونا میگفتم، وظیفه خود انجام میدادم. حضرت سلیمان ابن یسار حج میره، در جریان راه در خیمه زندگی میکنه. یک زن میآید میگه بیتی یگان چیزی، بیتی یگان چیزی. اشاره میکنه اندیوالای حجش که یک ذره در دسترخوان نان است برش بتین. این امام غزالی صاحب در احیاء علوم نوشته میکنن برش بتین یک کمی نان و همین خواهر و سیاسری که میخواه چیزی میخواه برش بتین یگان چیزی. دسترخوان نان برش پیش کردن، گفت نه من نان نمیخواهم، چیزی که مردا برای زنا میته چی است؟ به این شکل گفت چیزی که مردا برای زنا میدهه و چیزی که زنان برای مردان میدهن استغفر الله. سرش پایان به زانوی خود گذاشت. او دوست خداست، در حق همچه شخص است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گفت تو را شیطان روان کرده ولی تو مرا گمراه کرده نمیتونی بگوین الله اکبر. سرش اندم زانوی کشماند و گریان کرد و گریان کرد و گریان کرد. او زنکه دید که خود دیوانه است، بابا خود گریان میکنه، دیوانه است، خیست و رفت. کسی دیگه آمد از حاجی صاحبای اندیوالای حضرت سلیمان ابن یسار رحمت الله تعالی علیه که گریان داره، سرت بالا کو. گفت امو شیطانی بدبخت رفته. چرا میگی؟ چرا میگی؟ او زن وقت رفته. شیطان میگم. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند النساء حبال الشیطان. حدیث مسلم. زنان ریسمان شیطان هستند. خواهرای مخفه نشوند. زنای بی ستر، زنای بی حیا، زنای بی حجاب، زنایی که سینگار کرده، آرایش کرده، به هتل و دانشگاه و کورس و مکتب و بازار و لیلامی و بنجاره و خانه قومه و خانه خیشه و چکر و چمن و سفر و حضر می برایند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده برایشان لعنت باد. حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لعن الله، لعنت کرده الله به بیننده و به دیده شده. ما اگر ببینیم لعنت خدا بالای ماست، توبه کنیم، استغفر الله بگوییم. خب یک صحابه پرسان کرد یا رسول الله علیه السلام ما که میبینیم گناهگار هستیم که طرف زنا میبینیم، ما گناهگار شدیم، درست، زنا چرا لعنت بالایشان؟ پیغمبر علیه السلام گفت که زنا سبب زنای چشم شما میشه. اگر اونا رویلوش نبرایند، اگر اونا بی حجاب نبرایند، اگر اونا چسب و نازک نپوشن، خب 50% گناه مربوطی اونا هست، 50% مردم مربوطی ما هست. یک عالم عرب یک کتاب نوشته میکنه. عنوان کتاب چی است؟ او خواهر با من کمک کو. عنوان کتاب چی است؟ ای خواهر با من کمک کو. باز کتابی که مطالعه کنین کلگی در مورد خیانت چشم است. یعنی خواهر میگه از برای خدا نپوش لباسی مزین، نه برای در کوچه و بازار. دکاندار چی کنه؟ دیرور چی کنه؟ بیچاره های دیگه چی کنه؟ من خود شخصا خودم بیخی بیدار شده نمیبینم این طایفه را.
بگوی دم میکنم، بگوی سوال دارم، میگم که نمیبینم. خواهر محترم برو مردای تروان کن، چون جای خوف است، جای ترس است، وقت فتنه است. برادرها و خواهرای گرامی، چیزایی را میشنویم که اصلا نشنیده بودیم. پدرش با دخترش، استغفر الله، آیا راست آیا دروغ، ما خود نشنیده بودیم. قیامت که هنوز برپا نمیشه و بالای مستنگ نمیباره، هنوزم کم است. حضرت رسول کریم فرمود لعنت به خدا به کسی که میبینه به طرف نامحرما، و لعنت به اون نامحرمی که خدا دمی روی نامحرما میآوره، و هم زنی که مرد میبینه و هم مردی که زن میبینه. بعد یاجی صاحب دیگه گفت که چرا گریان میکنی، سرت بالا کو. قصه کرد که یک نام بدبختی آمده بود، نابکاری، عظمت قضای زنا کرد. الحمدلله زنا کی نکردم، حتی به طرفش یک بار هم نظر نکردم. بگوین الله اکبر. این حاجی صاحب گریان گرفت، رفیقی حضرت سلیمان ابن یسار. گفت تو چرا گریان میکنی؟ گفت خب چرا حالی گریان میکنی؟ گفت گریان به این که شکر که مرا الله نگاه کرد، حفظ کرد. انبیای خدا را خداوند عصمت برشان نصیب کرده، معصوم از گناه است. غیر از انبیا در نزد اهل سنت کسی دیگری معصوم نیست. اما ما و شما میتونیم که محفوظ از گناه باشیم. الله ما را نگاه بکنه. یکی معصوم است، یکی محفوظ. دوستای خدا محفوظ از گناه هستند. خداوند ما و شما را از دوستایش بسازه و محفوظ از گناه بسازه. گفت خب تو چرا گریان میکنی؟ تو که نبودی. اون نفر دیگه که نبود در جریان قصه، او گفت که من به خاطر گناه گریه میکنم که اگر من میبودم حتما طرفش نگاه میکردم، یک بار هلاک میشدم. حدیث مشکات شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای که مایوس نشویم، ناگهان به نظر ما میخوره، گناه نیست. حضرت رسول کریم حضرت علی میگه رضی الله عنه صلی الله علیه و سلم، پیغمبر گرامی علیه السلام میفرماید یا علی النظرة الاولى لك، نظر اول برای تاس گناهگار نمیشی. این تو نظر نیک قصدن یک دفعه ببینه و گناهگار میشه. نظری مفاجات و ناگهانی که قصد نداشتیم ما گناهگار نشدیم. استغفر الله بگو روی تدور بده. و در حدیث امام احمد حنبل می آید مسلمانی که نامحرم به دم رویش می آید، پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم می فرماید می آید و روی خود دور میته، احدث الله له عبادتا یجد حلاوتها فی قلبه. بلند بگوین که راست گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون ما تجربه کردیم الحمدلله و شما هم تجربه کرده باشین. وقتی که نامحرم بیای روی دور میتی، یک عزت پیدا میکنی، غرور دینی پیدا میکنی که الحمدلله یک عزت برای من الله داده که من توانستم که نبینم. بگوید الله اکبر، که الله بزرگ است. این بزرگی الله اکبر به خاطر که خدا برای ما داده. الله ایره از روی ما و شما نگیره، و اگر کسی برش نداده، برای الله برای از اون نداده، الله برش نصیب بفرمایه. با آواز بلند بگوین که آمین یا رب العالمین. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت اگر من میریدم به این فتنه گرفتار میشدم. حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه میفرمایند نظر اول از توست، ناگهان خورد گناهگار طبق حدیث. نظر دوم به ضررت است. نظر سوم اگر کردی هلاک میشی، جهنمی میشی، به آتش میسوزی. خب نظر چهارم چطور میشه خیلی؟ نظر پنجم چطور میشه؟ از صبح 7 بجه که شروع کرده تا بیگار زنای چشم کرده، نمازم میخوانه. چی نمازی؟ این الصلاة تنها عن الفحشاء. نماز خوب تحقیق انسان را از بی حیایی من میکرد. کاکا نماز خوان، چه قسم نماز خواندیم؟ چی جواب میتیم به حضور خدای پاک؟ نماز خواندیم، زنای چشم کردیم و خیانت چشم نمودیم، پس نماز نخواندیم. خداوند گفت نماز انسان را از بی حیایی نجات میده. و سر از این روز خوب نماز هم میخوانیم و خوب زنای چشم هم نمیکنیم. خداوند برای ما و شما نصیب بفرماید. ابن قیم رحمه الله یک کتاب دارن، نوشته است در سر پوش کتابش 10 فایده کسی که خیانت چشم نکنه. 10 فایده میبره، اما که یادم نیست. یک دراشو براتون عرض میکنم. فایده اول، این آدم بسیار با غیرت میشه. بگوین الله اکبر. شجاع میشه، ترسش از پیش میره. چرا ما امروز که ترسو هستیم؟ گناهگار هستیم. کسی با تقوا باشه او ترسو نمی باشه. برادرای محترم، چرا مسلمان ها امروز ذلیل شده رفته رایستن؟ چرا کافرها پیش میرن؟ مسلمان گفته قرآنش را نمیگیره. قرآن برش میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ولی نمیگیره. گفتشه
پس دلیل شده رایی هستیم. ابن قیم میگه که یکی از فایده های زنا نکردن و خیانت نکردن چشم این هست که ما ذلیل نمیشیم، بعد از این چی میشیم؟ عزیز میشیم بین مردم، بین ملت، پیش خدا، نزد فرشته، نزد رسول کریم علیه السلام خار نمیشیم. و فایده دیگهش کسی که زنای چشم نکنه دروازه های علم خداوند بر رویش باز میکنه. بگوین الله اکبر. عالمی بزرگ میشه خدایی، دروازه های علم. و یک کسی حافظ قرآن بود، امام غزالی صاحب نوشته میکنه، ولی یک مرض داشت. اگان بچه های خوبصورت طرفش نگاه میکرد 30 پاره قرآن از یادش رفت. او ابن قیم راست گفته بزرگوار که کسی که امی کار میکنه دروازه های نمیکنه، دروازه علم بروش باز میشه. اگر میکنه علمش کم شده میره، کن شده میره، کن ذهن شده میره. یعنی اعصاب کسی که زنا چشم نمیکنه فعال میشه، سیستم هاضمه‌اش فعال میشه، درد سر نمیبینه، مرضهای رنگارنگ ای آدم نمیبینه. و جالبی است در کشور فرانسه همون قسمی که یک کسی در مرض موسیقی گرفتار بوده، در مرض زنا چشم گرفتار بوده، دکتر تشخیص میکنه و امام غزالی صاحب میگه که اگر کسی چشم قلبش باز شوه با نظر نکردن به نامحرما چشم قلبش باز میشه. نشانی باز شدن چشم قلب چیست؟ طرف کسی که او زنای چشم میکنه ببینه میشناسه که چشمی از این خواص داره. بگوین الله اکبر. ای تو آدمایی هست از برکت تقوا. ابن قیم هم در کتاب خود نوشته میکنه که به قلبش یک فراست برش نصیب میشه که طرف کسایی که امی عمل زشت داره ببینه میشناسه که امی آدم بچه باز است، زنک باز است. استغفر الله. خدا نشان ما نته، بی آبروی ما نسازه، انسان ما بسازه، مسلمان ما بکنه و یاد ما نروه که چطور عمر با غیرت بود، چرا علی شجاع بود، چرا صدیق اکبر وقتی که به جاهای میرفت کفار فرار میکرد و از ما فرار نمیکنه. چشمش اصلاح بود، گوشش اصلاح بود، زبانش اصلاح بود، قلبش اصلاح بود. و حضرت ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که شیطان در 3 جای آدم است: در چشم آدم، در سر آدم، در آله مردی آدم. و یا اگر خواهرها است از اونا هم همین قسم نام گرفتنش که درست نیست، ما بگوییم که آله در اونا هم. خداوند نجات بده ما و شما را حتی از اونا، از خواهرها. حضرت ابن عباس هم میفرمایند که در عورت پشت سرشان شیطان هست. دور از گل رویتان، دور از خواهر و مادر و برادر باشه، نپوشند باید لباس های نازک و تنگ و چسب. اگر گفته ما را، گفته حدیث را، گفته قرآن را میگیرن، اگر میخواهند جنت برن. حدیث انشاءالله امام احمد حنبل در مسندش است و امام مسلم صاحب. رسول الله بلند بگوین صلی الله علیه و سلم، حدیث ترمذی شریف است ببخشید، پیغمبر گرامی میفرماید اگر زن 4 کار بکنه، چند کار؟ 4 کار. نمازش بخونه 1، روزش بگیره 2، شوهرش اطاعت کنه 3 و 4م عفتش مراعات کنه. بگوین الله اکبر. 4 عفتش مراعات کنه، یعنی واضح شد گپ. در میدان قیامت برایش گفته میشه که از کدام دروازه جنت که جنت میری برو بلا حساب کتاب. بگوین الله اکبر. وقتی ما و شما پوره شده رفت، قریب دعا کردن هستیم. الله بر ما نصیب کنه. سلیمان ابن یسار که به طرف اون نامحرم ندید، قبلا قصه براتون گفتم، شب خواب میبینه یوسف علیه السلام که از دور میآیه، میگه شما کی هستین؟ میگه ما یوسف علی نبینا و علیه السلام. میگه یوسف قربان شما شوم، شما همو کسی هستین که از گیر زلیخا فرار کرده بودین. بگوین الله اکبر. باز عجیب آدم هستین. این میگه به او حضرت یوسف صاحب شما عجیب انسان هستین، چطور توانستین که از گیر زلیخا فرار کنین؟ میخواست نکنه با شما نعوذ بالله، ولی شما فرار کردین، با غیرت بودین. تعجب میکنم چطور توانستین. گفت به من تعجب نیست، من پیغمبر هستم. به تو تعجب است که چطور دیروز زیر خیمه زن آمد و به طرفش نگاه نکردی. و تو هستی یوسف دوران محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. در 3-4 سال پیش ترجمه میگفتم، قصه یوسف علیه السلام آمد، بازم قصه عیسی زلیخا آمد. پس زلیخا باز توبه کرد، منتها حالی در قرآن ذکر شده نه آمد. باز اونجا هم گفتم هر کس میخواه یوسف دوران محمد مصطفی شوه میتونه، یعنی تقوا کنه، نامحرما را توجه نکنه، خیانت چشم ننمایه،
البته به نظر خراب ناگهانی که یک جای پیدا میشه و مشکل نیست، پیشتر تشریح کردم براتون. نکنه خداوند ما و شما رو نجات بده. ها باز این بچه یکی از دوستای ما، یکی از کوچکی های ما، نمیفهم که بچه در اینجا هست فعلا یا نیست، باز تصمیم میگیره که این باید یوسف دوران محمد مصطفی علیه السلام باشه. طرف خانش میره، یک دختر صدایش میزنه، امتحانش ما ببینین. این طرف تصمیم میگیره، این طرف روبروش میه و این را باور داشته باشید که ریسفیرتان و جوانتان، خواهر ما، برادر ما و مادر ما، امتحان سرش میآید تصمیم که بگیره. هر روز میبینیم امتحان ما و شما دیگه در کوچه و بازار چی حال است. خودش امتحان است. قرآن کریم فرموده در سوره تبارک خودش امتحان است. خوی بچه میره، دختر صدا میزنه، یادش میاد که او بچه تو خود تصمیم گرفته بودی که یوسف دوران محمد مصطفی باشی. و او مولوی بیچاره گفت تو اونجا تصمیم گرفتی، نگاه نمیکنه به طرفش بگوین الله اکبر. بنازم جوانی را که، بنازم برادری را که، افتخار کنم خواهری را که از این قسم خواهر و برادر باشد. انشاءالله ما و شما را الله از این قسم بگردارد. دختر میده به طرفش، امتحان ببینید شما چطور خدا نجات دادی ای جوان، ای دوست خدا. دختر طرفش میده و دستش میزنه به بازوی می بچه. آنقدر عاشق و فریفته شده، آنقدر دیوانه و مجنون شده که بی‌طاقت میشه و میده و کش میکنه. بازی بچه میگه بیخار است خواهر، من میخواهم یوسف دوران محمد مصطفی باشم صلی الله علیه وسلم. جالب است. شب میره خفتنش که میخونه، خواب میکنه. شب یوسف علی نبینا و علیه السلام خواب میبینه و برش حضرت یوسف میگه که ای یوسف دوران محمد مصطفی، بیا بیا در کنار یوسف واقعی که من هستم. در بغلش میگیره و فشارش میته، میگه مبارکت باش، او مولای بیچاره راست گفت، تو یوسف دوران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم هستی. این بود عنوان ما، خیانت چشم. بسیاری از آیه هایی که میخواستم بخوانم در همین مورد وقت پوره شد. بسیار احادیث های زیبا هست در همین مورد. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد کردند. و دیگه ایش چشم نعمت است برادرای محترم. چی است؟ یکی از بزرگ نعمت است. حال ناشکر نعمت چی میگن؟ که گناه کنی با نعمت. نه شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون کند. این کسی که ناشکری کنه باز چشمش خداوند از پیش در میدان قیامت میگیره، یعنی طرف خداوند دیده نمیتونه. در جنت دیدار الله برش نصیب نمیشه. حضرت شعیب چشمای مبارک دنیا از دست داد. کسی گفتن چرا گریان میکنی؟ چشمایتم از دست دادی. گفتی مهم نیست چشم ظاهر، چشم قلب است که الله به کلگی ما نصیب کنه، ولی از برکت همین چشم برای ما نصیب میکنه. می چشمه که نگاه کنی خداوند چشم قلبت بینا میسازه. من زیاد مطالعه کردم ولی افسوس وقت پورا شد. یک گپ مهم دیگر براتون عرض میکنم که کسی که در دلش محبت زنا بغلطه، قلب به چشم میته این محبته، و کسی که به چشم ببینه چشم به قلب میته. پس دو جای باید نگاه کرد، یکی چشم یکی دل. نگردن به دل ما محبت غیر خدا را، زنا و بچه های مردمه. و اگر میخواهیم که هلاک نشویم جلوی چشمای خود بگیریم، کلی چشم پیش خود ما باشه، درای خوب باز کنیم. درای بیخی که در چخوری بغلطیم خیر است، در چخوری بغلطیم. یک تا گفت والا مولایی ها عجیب گپ میزنن. من دریور هستم، دمروم یک نامحرم میگه چشم پت کو خو موتر میزنه، مرا خود تو رو موتر بزنه خوب است یا دوزخ بری؟ کدامش خوب است؟ کدامش خوب است؟ دوزخ نری خوب است یا موتر بزنه؟ موتر خوب بزنه ولی دوزخ نروی. موتر خودت پس جور میشه، اگر مردیم شهید میشه درجه 2. ولی اگر دوزخ رفتی دیگه برآمدن نیست. اگر ایمان برده باشی و برای هم تفسیر روح البیان میگه که 7000 سال بعد میبراید. خدا نجات بده. اما موتر نمیزنه. من خودم هم دریوری میکنم یگان وقت الحمدلله. یک وقت میگفتم شاید دریورا راست بگویه، در دریورا نمیگیم. من در هر جای میرم، من در پانتون دست میتم. یک وقت میگفتم که خیلی شاید محصلا راست بگویه که نه چشم درست، ولی من دست میتم چشم دریا نیست. میتونم الحمدلله. خداوند مرا دیگه هم نگاه کنه، شما را هم نگاه کنه.
دریوری میکنم خواهر هیچ مشکل نیست، مثل که یک گوسفند دیده باشی بلا تشبیه، هیچ گپی نیست، چون تو توجه به اون نداری. و اما خب گفتم که باز بار اول اگر ناگهان بغلط خوب گناه نداره، دکاندار هستی تو توجه به دکانداری خود میکنی. از شما پرسان میکنم دکانداری که زنکباز باشه او خوب سودا میکنه یا دکانداری که زنکباز نباشه؟ این واضح هست دکانداری که زنکباز نباشه خوب سودا هم میکنه، به خاطری که فکر و ذکرش به سودایش است، فکرش به سودایش است. ولی اگه فکرش به پاچه مردم است، اگر عاشق کدام دختر و زن شد خود دکانش قفل کرده میره از پشتش، در به در بیاب و بیابرو بی عزت میگرده. و یکی از خطرناکترین صفت ای است که ابن قیم صاحب گفته که آدم بسیار بی غیرت میشه، کم همت میشه. حالا یک جوانی که یک دختر تعقیب میکنه نه، طرفش میبینه، طرفش نگاه میکنه، آیا همین بچه پیش دختر بیابرو نمیشه؟ کم نمیه پیش از او؟ ما امت محمد مصطفی علیه السلام هستیم و واقعا باشیم به فلک فرو نیاید سری کاسه گدای. دختر چیز، زن چیز، بچه چیز. و خواهرها هم با خدا، ما با خواهرها بعضی وقت تلویزیون ها اعلان میکنم که خواهرها در این نکته از برادرها که خوب هستند، بگوید الحمدلله. یعنی ما یک گپی از مورد خواهرها براتون میگم. ببینید خواهری که دختر باشه بسیار با حیا است، 80% با حیا است، میشرمه، نگاه نمیکنه، 80%. لیکن بعد از اینکه شوهر میگیره باز به خاطر شوهرش میشرمه، اکثرا خواهرها. ولی برادرها متاسفانه این اعتراف میکنیم ما مردا که 80% ما اگر زنم داشته باشیم طرف زنای مردم یگان وقت میبینیم. بیاین که خدا اصلاح کنیم، توبه کنیم. با یگان چی میگه؟ نه دل من نمیره، اما تو عادتش مانده ده کلمه. ما سعی میکنم بسیار خوشروی خوب بوده، خواهر مواری بوده، او خدا نزدگی خیر. چرا سعی میکنی وقتی که خواهرت واری بوده؟ بعد تو با خواهر اگر به این نظر سعی کنی گناهگار میشه آدم. فلهذا این ما یک حقیقت بیان میکنیم که باور کنین که خواهرها در این آیه پیش هستن از برادرها کردن. ولی باز در یک صورت دیگه خواهرها از ما که پس هستن، در این که لباس عجیب زیاد میپوشن، آرایش زیاد میکنن، هتل و پوانتون و مکتب و مدرسه و هر جایی که باشن باز کمی ساده لو هستن. از خاطری که اونا بی حجاب و بی شرم و بی حیا بعضشان میشن، باز مردا هم گناهگار میشن. اما همه برف بام ما را ما سر خواهرها نمی اندازیم، سر خود ما زیاد میندازیم و سر اونا هم هست. پس هم برادر هم خواهر اعلان میکنیم که قرآن براتون میگه، حدیث براتون میگه اگر میخواهین که از امراض جلوگیری شوین، از بلاها جلوگیری شوین، از دوزخ جلوگیری شوین، در محشر بی آبرو نشویم، خیانت چشم با آواز بلند بگوییم که بس. بگوین بس. خیانت چشم بس. یک بار دیگه هم خیانت چشم بس. الله با شما و با ما کمک میکنه، روح رسول علیه السلام از ما و شما خوشحال میشه، فرشته ها همکاری میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه فرشته دلت میگه که نبی، فرشته دلت میگه که نبی. شیطان چی میگه؟ ببین. پس حالا ما و شما نماز جمعه رو میخوانیم بخیر، دعا هم نمیکنیم چون وقت پوره شد، 1 ساعت ما پوره شد. ان شاء الله نماز جمعه رو خطبه و سنت و آذان میکنیم و بعد میبرایم، میبینیم که شیطان هم استاد است، فرشته هم استاد است و فرشته ها به رسول خدا علیه السلام هم احوال میبرن طبق حدیث ابوبکر بیهقی صاحب. و الله بی نیاز خو حاضر و ناظر است، او خو میبینه هر لحظه. و یعلم خائنة الاعین، و میدان خیانت کننده چشمه. و در سوره اسراء آیه 36 خداوند چی میگه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. و تحقیق چشم و گوش و زبان از هر کدام اینا جواب داده نیستی، پرسان میشه ذره ذره. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره ذره پرسان میشه اگر توبه نکنه. و اگر توبه کنه باز جالب چه است در این آیه سوره نور که خداوند گفت که شما چشمایتان پرده بیاندازین، نه؟ باز در آخرش خداوند چی میگه؟ و توبوا الی الله ایها المؤمنون. کردن خود کردین بده، توبه کنین ای مسلمان ها. و یک آیت بعدیش باز چی میگه؟ الله نور السماوات والارض. بعد ابن تیمیه میگه که او در این آیت ما خیلی تفسیرها را از هر مردم دیدیم، او یک خوب گپ میزنه. اونا میگه که چرا خداوند آیه نور بعد از این آورد؟ الله نور السماوات والارض. چرا این میگه بعد از این آیه نور آورد؟ میگه به خاطری که کنایتا فهمون کسی که زنای چشم نکنه قلبش نورانی میشه.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. مکن بد به فرزند مردم نگاه، که فرزند خویشت برایت تباه. دل از مهر و دست از درم کن تهی، که دل تو به فرزند مردم دهی. این همه آفت که به تن میرسد، از نظر توبه شکن میرسد.